آماده هستین که استعداد خلاقتان را کشف کنین؟ بیاین که شروع کنیم. خلاقیت تنها برای هنرمندان نیست. این برای همه کس است. اول، کارهای روزمره‌تان را تغییر بدین. یک دیدگاه نو میتونه از یک راه نو طرف کار رفتن پیدا شد. دیگه، کوشش کنین بدون قضاوت فکر کنین. هیچ فکری بیخی دیوانه نیست. بعضی وقتها دیوانه ترین فکر را بهترین راه حل ها را پیدا میکنه. همچنان اطرافتان را با چیزایی که الهام میبخشه پر کنین. کتابا، موسیقی، طبیعت، بانین که این چیزا به خیالتان انرژی بته و از یادتان نره که دم بگیرین. بله، درست شنیدین. بعضی وقتها دور شدن از یک مشکل به ذهنتان همون فرصت را میته که یک راه نو پیدا کنه. آخر از کل، با دیگران همکاری کنین. فکرایتان را با دوستا، همکارا یا حتی با نفرای ناشناس در میان بانین. دیدگاه های مختلف میتونه خلاقیت فوق العاده را ایجاد کنه. خوب، کارهای روزمره‌تان تغییر بدین. بانین فکرتان آزاد باشه. چیزای الهام بخش پیدا کنین، دم بگیرین و با دیگران همکاری کنین. در یک چشم زدن فکرای نو و خاص پیدا میکنین. همیشه خلاق بمانین و همیشه کوشش کنین از مرزها تیر شین. تشکر که دیدین. از یادتان نره که لایک کنین، شیر کنین و سابسکرایب کنین تا گپ‌های بیشتر درباره یک زندگی خلاق یاد بگیرین.